سلام دوست عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشید. بالاخره بعد یه مدت آموزش رایگان پیج رو شروع کردم و اول از همه میخوام بهتون یاد بدم چجوری راحت و بدون استرس اندازه گیری کنید. یکی از ترسای بزرگ هنرجوام اینه که میگن ما میخوایم مشتری قبول بکنیم، از اندازه گیری میترسیم اندازه ها بزرگ بشه، کوچیک بشه. دوستای گلم، میخوام بهتون بگم که اندازه گیری هیچ ترس و استرسی نداره. شما اندازه ها رو به طور طبیعی میگیرید. این اندازه ها ممکنه که یه وقت کم بزرگتر بشه ولی محال کوچیک بشه. اصلا فرض محال که بگیم که اندازه ها رو کوچیک گرفتید یا بزرگ گرفتید. ما برای کارهای تمام کرستی جذبمون برای پهلوهاش از هر طرف 3 سانت جای دوخت میذاریم، زاپاس میذاریم. اگه احیانا یه وقت لباستون تنگ شد میتونید از این زاپاس استفاده کنید و یک کم لباس رو از پهلوها گشاد کنید، یا مثلا گشاد شد میتونید از پهلوها یک کم تنگ کنید. پس اصلا از اندازه گیری هیچ ترسی نداشته باشید. خب ببینید، برای شروع اندازه گیری بهترینه که مشتریتون مابین شما و آینه قرار بگیره، یعنی پشت مشتری به آینه باشه و شما روبروی مشتری قرار بگیرید. به خاطر اینکه وقتی که دارید اندازه میگیرید از پشت توی آینه ببینید جای مترتون کجاه، یه وقت بالا نرفته باشه یه وقت پایین نرفته باشه. اگر که آینه قدی در دسترستون نبود هیچ ایرادی نداره، شما بدون آینه میتونید اندازه گیری کنید. فقط دستتون رو ببرید پشت و چک کنید که جای متر درست باشه. من آینه رو از اینجا بردارم که حواس شما پرت نشه و مابقی اندازه گیری رو بهتون بگم. خب بریم که اندازه گیری رو بهتون بگم. ببینید، اول از همه یه نوار 2 سانتی تو قسمت کمر میبندیم. به این نوار 2 سانتی نوار کرسله هم میگیم. برای تشخیص کمر گودترین قسمت پهلو میشه کمر. اگه دست در حالت ایستاده باشه روبروی آرنج میشه خط کمر. خب بعد از اینکه این نوار رو بستید، اول اندازه های اصلی رو بهتون بگم. دور سینه کمر و باسن اصلی میشه. ببینید، برای دور سینه متر رو دور تا دور سینه قرار میدیم و روی یکی از برجستگی های سینه تموم میشه. خب بعدی دور کمره. برای دور کمر دور تا دور کمر رو میگیریم. این اندازه ها رو معمولی میگیریم، نه خیلی تنگ میگیریم نه آزاد باشه، در حدی باشه که متر دور بدن یه چرخش مختصری داشته باشه. فقط حواستون باشه متر از رو گره رد نشده باشه. اندازه بعدی دور باسنه. ببینید، برای دور باسن متر دور تا دور باسن قرار میدیم طوری که از پشت از روی برجستگی باسن حتما رد شده باشه. این اندازه رو برای افرادی که شکم بزرگ ندارن و اندامشون نرماله مستقیم میگیریم، ولی برای کسایی که ایراد اندامی شکم بزرگ دارن متر رو شل میکنیم و تا برجستگی شکم متر رو بالا میاریم. اگه برای کسایی که شکمشون بزرگه این اندازه رو مستقیم بگیرید، لباسشون از قسمت باسن تنگ میشه. پس یکم با دقت این اندازه رو بگیرید. اندازه بعدی قد بالاتنه پیش و قد بالاتنه پشته. اول از همه قد بالاتنه پشت رو میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه گودی کمر توی پشت مشخص تره. خب ما همین گودی کمر رو راهنمای خودمون یا اوستاکار خودمون قرار میدیم و همین رو ادامه میدیم برای جلو و قد بالاتنه دقیقا تا همینجا میگیریم. ببینید، برای قد بالاتنه سر متر رو بغل گردن روی سرشونه میذاریم
و تا زیر نوار کرسله رو اندازه میگیریم. این اندازه‌مون شد 41. حالا برای پیش بازم سر متر رو روی سرشونه بغل گردن میذاریم، از روی برجستگی سینه رد میشه و تا زیر نوار اندازه میگیریم. قد بالاتنه پیش من 43 شد، پشت 41 شد. یعنی توی متد ما قد بالاتنه پیش 2 سانت بلندتر از پشته. این اندازه در حالت نرمال توی اندامهای نرمال باید 2 سانت بلندتر باشه به خاطر برجستگی سینه. اما توی افرادی که ایراد اندامی دارن، اندامی سینه بزرگ دارن یا به اصطلاح خودمون سینه کفتری هستن، این اندازه قد بالاتنه پیش به جای 2 سانت 3 سانت بلندتر از پشت میشه یا 4 سانت بلندتر از پشت میشه. این اندازه برای کسایی که سینه بزرگ دارن نرماله. یا مثلا کسایی که قوز دارن یا به اصطلاح خودمون کول دارن، خب ممکنه که 1 سانت اختلافمون به وجود بیاد، یعنی جلو 1 سانت بلندتر باشه، یا ممکنه که قد بالاتنه پیش و پشتشون برابر باشه. خب اینا رو باید توی ایراد اندامیامون لحاظ کنیم. اول از همه شما خودتون چشمی تشخیص بدید که آیا مشتریتون اندامش نرماله یا نه سینه‌اش بزرگتر از حد نرماله یا قوز داره. اگه احساس کردید که همچین ایراد اندامی نداره و به نظر نرمال میاد، جای نوارتون بده. نوار رو یکم بالا پایین کنید و این اندازه ها رو به حالت نرمال و 2 سانت اختلاف برسونید. 2 سانت اختلافی که پیش بلندتره. ولی اگر دیدید که نه ایراد اندامی سینه بزرگ داره، خب در این صورت همون اندازه هایی که هست رو بگیرید، یادداشت کنید و بغل اندازش کوچولو بنویسید که ایراد اندامی سینه برجسته، ایراد اندامی قوز یا شکم تخ، باسن تخ، بازوی چاق، هر ایراد اندامی که داره بغلش کوچولو بنویسید. و یک کار دیگه ای که انجام بدید که خیلی برای رفع ایراد اندامی بهتون کمک میکنه اینه که زمانی که مشتری برای اندازه‌گیری اومده و شامل ایراد اندامی میشه، حتما با گوشیتون یه دونه عکس از روبرو ازش بگیرید، یه عکس از پهلو بگیرید، یه عکس هم از پشت بگیرید. خب بعد زمانی که شما میایید الگو میکشید، میبینید که بغل اندازتون نوشتید ایراد اندامی سینه بزرگ. خب وقتی که میخواید رفع ایراد اندامی کنید، میگید خب چقدر سینه‌اش بزرگ بود. مثلا نوشتید قوز، چقدر قوز داشت، من چقدر اینو رفع ایراد اندامی کنم. در این صورت به عکسایی که دارید مراجعه میکنید و میبینید که چقدر ایراد اندامی رو برطرف کنید بهتره. خب اینم از قد بالاتنه ها.